در افغانستان 7 نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه شهر کابل به حبس گرفته شدند. رهبر مرزبانان افغان در فرودگاه گفت افرادی بازداشت شده می‌خواستند بیش از 900 کیلوگرم مواد مخدر را توسط هواپیما به هندوستان انتقال دهند. طبق اطلاع رسمی سال 2014 هم 44 نفر و از جمله کودکان در این فرودگاه با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند. در شهر پیشور پاکستان رانندگان تاکسی ها راه ها را بستند زیرا بر پایه قانون نو رفت و آمد ماشین های کهنه در این شهر منع شده است. بعضی رانندگان اعتراضگر میگویند غیر قانونی اعلان نمودن تاکسی های بیش از 20 ساله عادلانه نیست چون که رانندگان کم بی‌ضاعت را از شغل محروم می کند. منصبداران محلی اصرار می‌ورزند که منع استفاده ماشین های کهنه با هدف حفظ هوای تازه و کاهش سر و صدا در این شهر سرنفوس پاکستان اندیشیده شده است. در گرجستان مقامات پایتخت شهر تبلیسی روز جهانی بیماران سرطان را با اعلان آغاز برنامه پیوند مغز استخوان تجلیل نمودند. بر پایه این برنامه تخمیناً 20 جوانی تا 30 ساله که از لیکمی اذیت میکشند از دولت مبلغ این عملیات سرخراجات را دسترس خواهند کرد. هفته آینده معالجه اولین بیمار شروع می شود. در قرقیزستان حکومت اعلام کرد که طول ماه فوریه برنامه آگاهی مردم از بیماری سرطان را ادامه می دهد. مقامداران قرقیز می گویند افزایش شماره بیماران سرطان آنها را به تشویش آورده است. بر پایه آمار رسمی در قرقیزستان 25,000 نفر گرفتار سرطان می باشند که از این بین 5,000 کس سال گذشته همچون بیماری سرطان تشخیص شدند.